سلام بچه‌ها، دوباره اومدیم با یه ویدیو جدید. من ویتو حسین هستم. میخوایم تو این ویدیو ببینیم سلامتی بهتره یا اشغال. همینطور که میبینید من در حال دمبل زدن داخل باشگاه هستم که تو فکرم همش دنبال اینه که فرض کن الان همه خوابن و تو اینجا داری ورزش میکنی، یکی داره فست فود میخوره، یکی داره نوشابه میخوره و تو خودتو از اونا محروم کردی. ولی از یه طرف هم به خودم انگیزه میدادم به خاطر اینکه قرار بود بدنم خیلی خفن تر از اینا بشه. در همون حین بود که یاسر اومد تو باشگاه و داخل دستش کلی نوشابه و فست فود و این چیز میزا بود و از اونجایی که منم داشتم به فست فود اینا فکر میکردم گفتم ولش کن بابا، باشگاه رو بریم بیرون یه چیزی بخوریم. رفتیم داخل پارک، نشستیم و با یاسر یه دل سیر خندیدیم و کلی چرت و پرت خوردیم. اومدم خونه، وارد اتاق شدم و دیدم دلم درد میکنه. دیدم نه، من مشکل چربی کبد دارم و اصلا دیگه خوب نمیشه. منی که میخواستم بدنم شبیه ممرزا گلزاشه ولی الان بدنم شبیه نعیمه نظام دوست شده و واقعا از این وضع خودم داشت حالم به هم می‌ریخت. رفتم باشگاه و با توان آخرم تمرین کردم. دیدم آره کم کم داره حالم بهتر میشه و این کار رو هر روز ادامه میدادم.